سلام علیکم بینندگان عزیز. چنانه که شما اطلاع دارید ما در برنامه گذشته با یکی از اعضایان ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان محترم بابایف عبدالستار صحبت داشتیم در قضیه که در سال 2015 رخ داد، یعنی در داخل ناخنک اسیان حاجی حلیم نظرزاده و درباره این قضیه سوال داشتیم با عبدالستار بابایف و در این برنامه ادامه آن صحبت را در خدمت شما خواهیم بود. محترم بابایف عبدالستار، که شما در صحبت قبلی که خیلی با هم صحبت داشتیم شما گفتید که اعضای ریاست عالی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به همین قضیه نظرزاده هیچ ربطی نداشتند. سوال من این است که نسبت خود نظرزاده شما چی فکر داره؟ چون که شما در صحبت قبلی گفتید که یک روز پیش با اون کس صحبت داشتید و فکر شما درباره این یعنی قضیه چی است؟ من درباره شخصی خودی حاجی حلیم نظرزاده. به نام خدای بخشنده مهربان، سلام و درود بر همدیاران عزیز و برادران و خواهرانی که صدای ما را میشنوند و یا ما را میبینند. واقعا هم چیزی که عرض کرده بودم در فکر گذاشتم، ما یک روز قبل یعنی همون روز 3 سپتامبر سال 2015 با سابق معاون وزیر دفاع جمهوری تاجیکستان عبدالحلیم نظرزاده واخورده بودیم. در صحبت‌های قبلی هم گفته بودم من به راستی 90% باور ندارم به این قضیه که به وجود آمده بود یا که گویا که نظرزاده تبادلات کرده باشد. شما ببینید این در تاجیکستان این قضیه ها و یا این فیلم ها و یا این صحنه ها اولی و آخر نیستند. گنرال غفار میرزایوف هم با چنین اتهام حالا در زندان است و یک عمر زندان شده است. خب و دیگران مثل اینها میتوانیم که چندین نفران دیگر رو ما در اینجا مثال بزنیم. همون روزی که ما با عبدالحلیم نظرزاده واخورده بودیم، از گفت و از رفتار و از همش معلوم بود که عبدالحلیم نظرزاده یگان نیت تبادلات و یگان فکری که امروزها میگویند در سر نداشت. خب بسیار با گفته های بعضی از برادران تحلیل های مردم که این واقعه همه ساخته شده بودند و نظرزاده هیچ نیتی بد هم نداشت. چون ببینید همیشه وقتی که در مرز قرقیزستان اگر یگان ناآرامی میشد، وقتی که از طرف قرقیزستان یگان سرحد شکنی و یگان ناآرامی میخواستن بکنند، حتما نظرزاده رو روان میکردن، میرفت اونجا و وضعیت رو آرام میکرد و میگشت میآمد. این واقعا یک چیزهای واقعی هستند که نمیشد اینها رو انکار کرد. اینها رو نمیشود که انکار کرد. و امروز ها ببینید که برای مقصد کلا از بین بردن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و بستن اون، این یک بهانه بیش بود. اینا ساختن چون ما همگان شاهدیم که از سال 2013 تا بعد همیشه فشار و تهدیدها و بهانه ها برای بستن حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همیشه بود. مردم به اعضای حزب فشارها می آوردن و تهدیدها میکردن و این هم یک بهانه شد و این را ساختند و بهانه شد که حاجی حلیم عبدالنظرزاده را به این مقصد فکر کنم که یا که اول اصلا یا قبلا قتل کردن و بردن در دره را میده و در دیگر جا پرتافتن، چون بسیاری از مردم در این نظرند که کارها همه قبلا تحریزی شده و پیش از این کارها تحریزی شدند و عبدالحلیم نظرزاده را به فریب بردند و گرفتاری چنین بلای به سرش و به سر خاندانش آوردند. ببینید شما گفتید که خودی حاجی حلیم در این یعنی قضیه ساخته است، اما تا اونجایی که ما از رسانه ها به هر حال اطلاع داریم، چون همون قضیه همون شب روزی که یعنی رخ داد، اکثر مثلا فعالان سیاسی مخصوصا اعضای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و عضو ریاست عالی، اونهایی که البته توانستن از کشور خارج شدن. یعنی چرا این بلا رو به سر خانواده خودی حاجی حلیم مثلا برادرش چی ربطی به این قضیه داشتن؟ اگر حکومت فرض کردیم حالا خودش رو اتهام به این اتهام که گویا اسیان کرده است، چرا خانواده او رو کلا چند برادرش اونجایی که اطلاع داریم یعنی کشته شدن و همچنین زندان شدن؟ خب ببینید واقعا من همون طوری که با عبدالحلیم نظرزاده دوستی و رفاقت داشتم، شناسایی داشتم، با همه اعضای خانواده و برادرانش هم دوستی خیلی نزدیک داشتم. برادر از همه بزرگش رئیس عبدالکریم
واقعا و یک شخصی بود که عموما به سیاست هیچ نزدیکی نداشت. حتی مخالفی بعضی سیاست ها و کارهایی که اگر اگه برادرانشان میکرد بودند در اون رفتار سیاسی آنها مخالفت نشان میداد. یک شخصی که همون روز در اتاق کاریش بود و همون روزی که این واقعه شد روز 4 سپتامبر اونا بردن به وزارت کارهای داخلی فکر کنم بردن و بعدا خبر مرگش رو و مرده جسدی او رو به خانواده‌اش تحویل کردن و برادر دیگرش عبدالرحیم یک شخصی بود که واقعا همه میدونن کسل روحی داشت. اونم آماده برده بودند از خونهشان همون روزی که همین واقعه اتفاق افتاد و ایشون رو هم بردن به قتل رساندن که هیچ به یگان نمود سیاست و به یگان نمود کار ربط نداشت. میگم که عبدالرحیم برادرش مبتلا کسل روحی بود و برادر دیگرش میرزا حیات اونم در چند روز بعد خب خودش با اختیار خود رفت و خود به وزارت داخله خود رو تسلیم کرد که من از این چیزها آگاهی ندارم و حتی روز 5 سپتامبر از این واقعه آگاهی یافته است. اونم در منطقه های همون رامی در کجای چی منطقه همون یک کارخانه داشتن فابریکه مرغ پروری در آنجا کار فعالیت میکرد و در اونجا فکر میکنم زندگی میکرد و آمد و خودش رو راست برد در وزارت داخله خودی در حضور وزیر با بک برادر دیگر رفتن و خودش رو تسلیم کرد. اما بعد چند روزه که روزهای 15 یا 16 جسد این 3 برادرش رو هم با همراه جسد حاجی حلیم عبدالحلیم دادن و اعلان کردن که اینها در حالت گفتگو در حالت بین همدیگر گفتگویی که بین اینها باید انجام میشید در حالت تیرپرانی اینا رو گویا که به قتل رساندن که اینا همه ساخته و بافته بودن. از 3 برادر او را هم جسدش رو آوردن تحویل کردن. خب شما ببینید اگر طبق قانونگذاری جمهوری تاجیکستان هیچ یک از کارمندان مقامات‌های نظامی حقی در یگام حزب و حرکت‌های سیاسی شامل شدن ندارم و عبدالحلیم نظرزاده هم هیچ وقت و یگام روز هم در یگام ساعت هم حتی در یگام حزب‌های سیاسی شامل نبود. از روز اول حدود 20 سال کارمند وزارت دفاع اولا هم سردار بتالون 25 بودن از روزهای اول و تا آخری که به رتبه گنرال رسیدن کارمند وزارت دفاع بودن و تا روزی که معاون وزیر دفاع هم بودن کارمند وزارت دفاع بودن و بر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان چه ربط دارد؟ اگر ما اینجا بخواهیم که اون مردمی که با کدام حزب نزدیکی دارند یا که به حزب خلقی دموکراتی نزدیکی دارند مثل گلمراد حلیموف که اونم شخصی نزدیکی حتی با رئیس جمهور هم نزدیک بود و حتی با یکی از مسئولیت خیلی هم مهم در برداشت داشت رهبر یک ستاد بزرگی با آمان میگفتند یا در اونجا راهبر بود. امروز ما چرا باید ما بگیم که حزب خلقی دموکراتی در اینجا گناهکار است که گلمراد حلیموف رفت و با داعش پیوست؟ یا که اگر من حالا با اطمینان کامل گفتم میتونم که قضیه عبدالحلیم نظرزاده قضیه ساخته است و اگر عبدالحلیم نظرزاده مرتکب این کار هم شده باشد برای چی تاوان او رو حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بدهد؟ چون که باید تاوان رو اگر تاوان بدهد باید که حزب خلقی دموکراتی تاوانش بدهد چون که معاون وزیر دفاع تاجیکستان بود و هیچ وقت به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شامل هم نبود. خب یک زمانی اگر فکر کنیم که عبدالحلیم نظرزاده از طرف اتحاد نیروهای اپوزیسیون آمد و خب بگیم که در اون بتالون 25 در اونجا راهبر شد این معنی را ندارد که اون دیگر تا آخر در تحتی و حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بود و همیشه عبدالحلیم نظرزاده به کشور و به مرزبون دولت صادق بود و همیشه صلح و صلاح را میخواست. همیشه یک آدم شخصیتی بود که همه اینا شاهدی میدهند. هیچ وقت ما وقتی که سخن در حضورش از سیاست یا که از حرکت از نهضت میکردیم ایشان همیشه میگفت که ما مردمی هستیم که با یگام حزب اعضا نیستیم، ما شخصای نظامی هستیم. در خواهش میکنم که در حضور ما چنین سخنها نباید گفته شود و ببینید که مردمی که اکثرا من به غرض از 2 یا 3 نفر از آدمای اول حکومت با عبدالحلیم نظرزاده رفت آمد و دوستی نداشتن دیگر و باقی 90% از گنرال‌های وزارت‌های قدرتی با عبدالحلیم نظرزاده روابط دوستانه و حسنه داشتن. همیشه در محفل‌ها و معرکه‌ها و توی خرسندی‌های نظرزاده شرکت می‌کردند
خب ببینید در اینجا اینا بهانه پیشگیری کردند و کسی که از دیگر گروه از دیگر برادرانی که و یا که اونا نهضتی بودن یا که مثلا در دیگر حزب‌های دیگر رفت آمد و دوستی داشتن و با حکومت مخالفت میکردن، اونا همه اونها را زندانی کردن، برخی را قتل کردن و دیگرها را در مثل ما از کشور خارج شدن رفتن تحریر دارن، اونا را دنبالگیری میکنن. بجز از این مردمی که از اعضایان از کارمندان حکومت بودن، یک نفر این هم معاون رئیس کمیته امنیت ملی عبدالعزیز جالف را هم که به خاطر که با عبدالحلیم نظرزاده یکم رابطه دوستی داشت، اون هم از وظیفه آزاد کردن و اون هم گناهکار اعلام کردن. به کدام خاطر؟ به خاطر که این جالف عبدالعزیز یک تاجیکی واقعی بود که همیشه برای صلح و صلاح و برای تنجی و آزادی تنجی و آبادی و صلح کشور بین همه گروه ها، چه از گروه های بگیم که سابق اپوزیسیون و یا که از گروه حکومت، همیشه یک مثل میانه روی بود که اونها رو همیشه در بین مثال به دوستی و رفاقت هدایت میکرد. فقط اون رو از به همین خاطر من فکر میکنم به همین خاطر رو هم از وظیفه سبکدوش کردند. بله، حدودی تقریبا کمتر از یک ماه از طریق رسانه ها ما یعنی خواندیم که شما با وزیر کارهای داخلی تاجیکستان مراجعت کردید و از همچنین رئیس کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و درخواست کردید که مجیدوف عبدالقیوم را که بیگناه هست شما در اون نامه ذکر کرده بودید آزاد کنند. شما میتونید درباره این شخص کمی به ما معلومات بدهید که چی شخص بودن و اصلا هدف نوشتن نامه شما چی بود؟ بله، چنین مکتوب بود حدودی قبلا یک ماه قبل بعد یک مکتوب به نام وزیر امور داخله و رئیس کمیته امنیت ملی مکتوب روان ایصال کرده بودم، اما متاسفانه تا حال جوابش رو دیدیم نه هیچی. عبدالقیوم مجیدوف یک شخصی بودند که من در مکتوبم ذکر کردم، اگر شما خونده باشید. واقعا هم یک شخصی بودند که همیشه برای آبادی و همیشه درباره صلح و صلاح بین هم اتحادی نیروهای اپوزیسیون تاجیک از همون سالهای قبل از سالهای 1997 و 98 و 99 ما با اون کس از همون سالها دوستی داریم. همیشه کوشش میکردن که بین همین مردمی که ببینید که در سالهای اولهای از سالهای 1992 وقتی که این جنگ‌های شهروندی آغاز شده بود، طریق همین فرانت خلقی و همین ها بین مردم بسیار یک فتنه و شور و فتور انداخته بودند و مردم رو با محل ها جدا کرده بودند، با مردم رشتی و قراطیقینی و کلابی، چون بین مردم خیلی بدبینی و تا جایی که خب دیگه کشتار و قتل اینا رو برای انداخته بودند بعضی از دایره های معین. اما این عبدالقیوم مجیدوف که مشهور به ملا عبدالقیوم بود، همیشه در بین مردم همیشه تبلیغ میکرد که همیشه ما ملت باید از محلگرایی و از این رفتارهایی که آینده ملت رو نصف میکند همیشه کوشش میکرد و تبلیغ میکرد. و با همیشه من با اون خاطر این مکتوب با نام وزیر کارهای داخله ارسال کردم که وزیر کارهای داخله خودش خوب میدونست که عبدالقیوم مجیدوف چه شخصیت هستن. با این کس همیشه دوستی نزدیک بودم. من نمیدونم که امان شبه که این اتفاق افتاده بود که گویا که عبدالحلیم نظرزاده این کار را کرد و در خانه عبدالقیوم مجیدوف همه یک جایه بودن. خب اگر این کار هم در اونجا هم شده باشد، من فکر میکنم که عبدالقیوم مجیدوف از این کار هیچ درک کم نداشت، زیرا که همیشه من عرض کردم که نظرزاده وقتی که در سرحدی بین جمهوری قرقیزستان و تاجیکستان یک ناآرامی میشید، حتما از طرف وزیر سابق دفاع اون وقت خیراللهیف بودن، شیرعلی خیراللهیف، حال هم زنده هستند، میتونن که مردم اگر من دروغ بگم میتونن که رد کنن. این سفربر میکردند و میرفت وضعیت رو آرام میکرد و با برمیگشت با همراهی اون وقت جنیدالله معروف و اینها هم که کماندانت شهر بود و جنیدالله معروف، اینها یک جا میرفتند و وضعیت رو آرام میکردن و میگشتن میومدن. و همیشه معلوم بود اگر یکم طرحی رو هم که عبدالحلیم نظرزاده در خانه عبدالقیوم کشیده باشد، این من فکر میکنم که به قول روسا که فقط عبدالقیوم از این چیزها آگاه نبود،
قول روس‌ها که ژرف شده در درون هیچ را نمیدونست و عبدالقیوم شخصیتی بود که برای ملت همیشه خدمت میکرد. حتی با همه من این را در مکتوبم نوشته بودم که هم اکثر از گنرال های بالارتبه کشور این را میدونستند. خودی شیرعلی خیراللهیوف وزیر حاضره و خودی وزیر سابق خیراللهیوف شیرعلی خیراللهیوف بله شیرعلی خیراللهیوف و حتی اون وقت کاتب شورای امنیت امیرقل عظیموف و پروکورور گنرالی سابق شیرخان سلیم بود و دیگران میدونند که عبدالقیوم مجیدوف چه شخصیت بودند و برای همیشه تینجی و امنیتی کشور چه خدمت ها میکردند. خودی جالوف هم میدونست عبدالعزیز که عبدالقیوم یک شخصیتی هست که همیشه میتونست که مقصد که میتونست که گپ خودش رو در یک جا بگذارند و مسئولیت رو میتونست که برای اینها وضعیت منطقه رو بتوند که تحلیل کنند و بگوید و آرام کرده تموند. همین خیلی شخصیت بودن و کسی عموما به کسی ضررش نرسیده بود و خودی وزیر داخله هم با ایشان دوستی داشتند و میدونستند. به همین خاطر من مکتوب نوشتم که نباید که عبدالقیوم که با مدت یک عمر زندان شد و همگی دو پسر دارد. پسرانش هم هر دوشان هم با مدت 25 تا 28 ساله روانه زندان شدند که این هم خیلی حکمی ناعادلانه و ناعدالتانه است. تشکر که در این صحبت به سوالهای ما جواب دادید و حتما در صحبت‌های بعدی در خدمت شما و همچنین در خدمت بینندگان عزیز خواهیم بود.